درود به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دانیال هستم از سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان به همراه خاله لویز مخوف عزیز. خاله لویز خیلی خوش آمدید به برنامه، باعث افتخاره در کنار شما به درام این خدمت انجام میدم. مرسی دانیال جان، واقعا اینطوری میگید من اصلا دیگه آب میشم. ممنون از محبتتون، ممنون از محبتتون. چقدر خوشحالم به همراه شما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. سلامی گرم از استودیو اینجا به شما عزیزان، به خونه هاتون. امیدوارم چای چی میگن داغ و لبسوزون میگن؟ لبسوز. بله دستتون هست و با استراحت کامل به این برنامه نگاه میکنید. میخوایم از وجود همدیگه در این رابطه دو طرفه به قول معروف لذت ببریم و از همدیگه بهره بگیریم. آمین که همینطور باشه و شما عزیزان هم برکت بگیرید. امروز میخوایم در رابطه با ادعاهایی که عیسی مسیح در رابطه با خودش کرده صحبت کنیم. به طور مثال در آیه کلام خدا میگه که در انجیل میگه که انجیل یوحنا میگه من هستم، من راه و راستی هستم، من حیات هستم. میخوایم که در رابطه با این ادعاها نکات کلیدی این ادعاهای عیسی مسیح رو در مورد خودش مورد بررسی قرار بدیم. اما خاله لویز قبل از اینکه شروع بکنیم یک آیه‌ای هست که فکر میکنم که به جا و بی معبود نباشه به این موضوع، که توی یوحنا فصل 6 آیه 35 عیسی مسیح داره به شاگردانش میگه عیسی به آنها گفت نان حیات من هستم، هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. بله. آمین. چه ادعای پردل و جرأتی به قول من. بله خیلی مقتدرانه و خیلی راحت. خوب میبینیم که پشتبند این ادعا داره یک تضمینی رو همونجا میکنه. میگه که هر که ایمان بیاره این میشه، هر که پیش من بیاد این میشه. یعنی یک گارانتی هم هست پشت این ادعای واهی و خیالی نیست این مسئله. ما این جمله من هستم رو عیسی 7 بار در مورد خودش به کار میبره که در همه این موارد این من هستم به دنبالش با یک کلمات تمثیلی استفاده شده. از یک کلمات تمثیلی استفاده میکنه که نشون میده این خیلی مهمه. برای این دوست دارم این رو بگم که این نشون دهنده اهمیت وجودش تو زندگی روزانه ما هست. این من هستم ها همه توی انجیل یوحنا نوشته شده، ولی علل تاکید در اینه که چطور در زندگی روزانه این ادعا برای ما به عنوان زندگی طبیعی به دردمون بخوره و اهمیت وجود عیسی رو تو زندگی ما نشون میده. نه که من همیشه میگم مسیحیت یک شنبه ای نیست، یه چیزی که فقط روزای یک شنبه، تمام روز هفته این ادعا که من نان حیات هستم الان خوندی. اهمیت نان به چه حده؟ هر روز است. نان مساوی غذاست. خب این هر روز است. بنابراین عیسی میخواد این رو بگه که به عنوان اون عنصر اصلی زندگی روزانه ما چقدر بهش احتیاج داریم. چون نان تقریبا میتونم بگم در همه کشورها، منای بعضی از اونها که برنج جاشو میگیره یا حالا ذرت یا هر چیزی، اون یه چیزی که به اصطلاح پر میکنه معده رو و غذای اصلی حساب میشه، نون یکیشه. و یه انسان میتونه یه مدت طولانی فقط با نان و آب زندگی بکنه، این هست و نمیره. نان یه غذای یه عامل تغذیه‌ایه و تغذیه عمده و بنیادی که اغلب جوامع اونو مترادف با غذا. وقتی میگم بریم نون بخوریم منظورش اینه که بریم غذا بخوریم. غذا و نون رو با هم مترادف هستن. تا این حد مهمه. ما گاهی وقتا کلمه اصطلاحی هست در بعضی از کشورهای شرقی، نون بشکنیم با هم، پاره کردن نون. منظورش پاره کردن نونه که همون منظور اینه که بریم با هم دیگه غذا بخوریم. فکر میکنم برای قوم یهود هم خیلی جزو سبدهای غذایی خیلی مهمه براش. بله نان چون محصول زمینه، محصول از گندمه و این حاصل زحمته، مضاف به این که خب سیر میکنه. خب این یکی از عناصر مهم و لازمه عید فسح بود. شما اشاره کردید در مورد قوم یهود، در شب فسح، عید فسح، اینها حتما باید نون میخوردن. نون جزء
اون اجزای عید فسح بود. تو اون روز نون فسح رو، عید فسح، نون بدون خمیر مایه میخوردن. وقتی که این نون رو خوردن، بعد اون 7 روز برای به یاد آوری، به یاد بوده خروج از مصر، اینها جشن میگرفتن. اون زمانی که قوم 40 سال سرگردان در بیابان بود، همونطور که میدونید خدا از آسمان میگه نان آسمانی. اون کلمه منا در واقع با تشدید من نیست، من یه تشدید بالاش، با این در واقع بارون مثل نون انگار ببارونه از آسمان براشون تا قوم گرسنه نشه. ما این مطلب رو در کتاب خروج باب 16 این رو میبینیم. و در مورد در رابطه با ادعای مسیح در مورد خودش به عنوان نان حیات، در واقع داره یه اشاره میکنه برای کار خدا در اون 40 سال در بیابان. یک بار حتی این نان قطع نشد و 40 سال تقریبا عمر یک انسان از بچه تا به بلوغ و به مرحله برسه که به میان سالی برسه. خب این در بیابان بود. من مطمئنم اگر بیشتر از 40 سال طول میکشید کماکان خدا این رو میبارون روی اینا، چون خدای فراوانیه و خیلی هم لارج، به قول خودمون دلش خیلی بزرگه، دست و دلباز بخشنده است، خسیس نیست. و در این مورد واقعا اشاره میکنه که وقتی که میگه در بیابان پدران شما به اصطلاح من چیز در بیابان خوردن، اما من نان حقیقی هستم و اینکه هر که از من بخوره هرگز گرسنه نمیشه، هرگز تشنه نمیشه، در واقع داره اهمیت این مسئله رو عنوان میکنه. چطور قوم برای غذای روزشون، چون اینا نمیتونستن زیادتر جمع کنن، اگه زیادتر از مصرف خودشون جمع میکردن کرمو میشد، کپک میخورد، خراب میشد، درست اندازه همون روز. اون من اینطوری بوده. در واقع برای نون اهمیت این مسئله هست. در واقع گفتم همونطور اشاره کردم که اشاره به کار خدا است برای قوم در بیابان و در این مورد در واقع میخواست با این حرف یه جورایی هم فاصله هم بگیره از مردم که مردم زیاده هست در این مورد فکر نکنن که حالا عیسی هم از خودمونه، که بود در واقع میخواد یه جوری هم این رو یه خطی اونجا احساس میکنم داره میذاره که مردم دیگه اینقدر دنبالش نرن، چون به خاطر غذا میرفتن دنبالش. دقیقاً. خودش هم همینو میگم نیومدید که چیز ببینید، یه معجزه دیگه شو به خاطر اون نون مفتی که خوردید در واقع دنبال من هستی. یه خورده میخواست از این نظر فاصله بندازه. ولی ما میبینیم که بعد از یه مدتی فیلیپوس ازش میپرسه در مورد قضیه 5000 نفر، بیش از 5000 نفر که خوراک بده. جواب فیلیپوس ما میبینیم که ایمان کوچکشه در این مورد که میگه که چطور این همه جمعیت رو ما سیرش کنیم. یا اینکه اندریاس بازم غذای کم اون پسر بچه رو میاره جلو و با 2 ماهی و 5 تا نان ما میبینیم بیشتر از 5000 نفر رو میخورونه و اضافه هم جمع میشه 12 سبد. وقتی عیسی اون محل رو ترک میکنه و به اون طرف جلیل میره، جماعت میبینن که اون محل رو ترک کرده، اونا هم میفتن دنبالش، راه میفتن میرن دنبالش، بیچاره نمیذاشتن نفس بکشه چون شهرتش همه جا پخش شده بود. و میبینیم عیسی از این فرصتی که جمعیت داره دنبالش میاد، باز فرصت رو غنیمت میشماره برای تعلیم. از این فرصت استفاده میکنه. به اینا میگه که به خاطر معجزات شما دنبال من نیومدید، شما برای خوراک مجانی اومدید دنبال من. و در همین بابی که خوندید شما باب 6 آیه 27 میگه که به خاطر خوراک فانی کار نکنید، بلکه برای خوراک، منظورشون حیات جاودانه، برای خوراک جاودانی که پسر انسان به شما میده. داره به خودش اشاره میکنه. برای نونی که الان میخورید 2 ساعت دیگه گشنه میشید کار نکنید، اینقدر هرس نزنید. پدر آسمانی چطور در بیابان خورون فکر غذاتون هست. البته این به این معنا نیست دست تو دست بذاریم و تنبلی کنیم و اصلا تنبلی رو تشویق نمیکنه. اینجا داره مقایسه‌ای صحبت میکنه. بعد میگه که برای اون خوراک جاودانی، اون چیزی که مربوط به حیات روحانی تو میشه که به ابدیت وصل میشه. یعنی الان اینجا ما نحوه ابدیت ما رو انتخاب میکنیم، تصمیم میگیریم. در واقع یه تمرینیه اینجا. میگه اونی رو که پسر انسان به شما عطا میکنه، که باز این هم یکی از لقبهای خود عیسی هست.
از عهد عتیق این کلمه پسر انسان بوده، هست در کتاب‌های اشعیا، ارمیا، حزقیال. ما در اغلب کتاب‌های عهد عتیق کلمه پسر انسان رو داریم که اشاره به آمدن مسیح میکنه. میگه که چرا میگه این مسئله رو که بذارید پسر انسان این رو به شما عطا کنه، چرا؟ برای اینکه خدای پدر رو اون مهر زده، خدای پدر او رو تایید کرده. در واقع به عبارتی میخواد بگه که شما اونقدر مشغول غذای مجانی شدید که اصل مطلب رو که مسیح موعود در میان شما است شما اینو فراموش کردید. اصل کاری اینجاست، شما به فرد چسبیدید. ببینید وقت رو دریابید. این کلمه رو مثلا به مثال مسیح این همه معجزات داره میکنه و طبق صحبت‌هایی هم که قبلا کردیم اهمیت هر معجزه رو گفتیم در چی هست، داره خودشو معرفی میکنه. مسلط به مرگه، مسلط به بیماری جسمیه، مسلط به زمانه، مسلط به فاصله هست، مسلط به کیفیت، کمیت، طبیعت. همه اینها رو داره به اینا میفهمونه. هنوز نگرفتن دیگه. آخرش داره رک صحبت میکنه اینجا. این به شکل چیز میخواد بگه که بدونید کی در میان شما هست. شمایی که منتظر این مسیح موعود هستید، بابا چشتون رو باز کنید، من هستم در میان شما. وقتی که میبینه از معجزات هنوز اینا دوزاری نیفتاده، اینجا با این که جمعیت میاد دنبالش و این دنبال یه فرصته که با شاگردان خلوت کنه، باز میبینه که اینا میان، فرصت رو غنیمت میشماره، وقت برای تعلیمشون. الان داره آشکارا صحبت میکنه. میگه من نان حیات هستم. این ادعای بزرگه، یعنی غذای روزانه‌تون از خدا میاد. من مثل اون من آسمانی هم که پدران شما، آبا و اجداد شما، نسلای قبلی شما از من تغذیه کردن. خدا بوده که اینها رو تغذیه کرده، در بیابان محتاج به چیزی نشدن. پس فکر فرداتون نباشید که چی میشه. کار میکنید، برکت تو کار هست. اگر به من میگم تنبلی رو تشویق نکرد، بلکه اینجا داریم میگه برای نان روزانه‌تون اگر کاری که میکنید، اگه برکت من پشتش باشه، به من وصل باشید، برکت 1 تومنتون اندازه 1000 تومن خواهد بود. برکت خواهد بود توش. نه اینکه بخواید بدوید. ما الان میگیم بابا آدم روزی حتی به چند هزار تومن هم قدری که شنیدم تکافو نمیکنه. مردم در مشکل هستن. نه، برکت هست در خدا. آمین. آمین. خیلی خوبه که چیزهایی که شما الان گفتید، منم میخوام که اینو بگم که مثل یک نانیه که به ما دادید. به من هم به بیننده های عزیز. میخوایم که یک تفکر کوتاهی بکنیم، یک استراحتی بکنیم، بتونیم اینا رو حذف کنیم، به خورد وجودمون بره و بعد برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. عزیزان با ما همراه باشید. عزیزان خوش آمدید به برنامه گام بعدی. در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه خواهر لوئیس با مبحث و موضوعاتی که دنبال میکنیم. همونطور که گفتیم قبل از اینکه بریم استراحت بکنیم داشتیم در رابطه با ادعای عیسی مسیح نسبت به خودش اونها رو مورد بررسی قرار میدادیم که من عیسی مسیح میگه من حیات هستم، نان هستم، من راه و راستی هستم. داریم به این موضوعات میپردازیم. وقت و غنیمت بشماریم و بریم سراغ لوئیس جان که ببینیم باز هم در رابطه با این موضوع چه نکات دیگه ای هست برای ما بگن. در خدمتتون هستیم. ممنون. قبل از اینکه بریم برای استراحت داشتیم میگفتیم که عیسی هر کاری میکنه که این
مسیر فکری حضار رو، اونایی که دنبالش این جمعیت این ازدحام دنبالش رفته، برگردونه به اینکه توجه رو از روی چیزایی که ظاهر دور و برشون از اینا ور داره به امور روحانی، به آسمان، از چیزای زمینی چشم به چیزای آسمان بدوزن، دنبال نون جسمانی و اینا نباشن که بخوان نونا رو برن، دنبال نان روحانی باشن. دقیقاً همینطوره. جالبم اینه که لقمه هنوز تو دهنشونه، برمیگردن خودشون 5000 بیش از 5000 نفر خوردن و سیر شدن و اضافه ها رو برداشتن، تازه خیلی هم پرمدعا برمیگردن میگه یک آیتی به ما نشون بده. این دیگه من وقتی اینو خوندم گفتم دیگه خیلی ها دیگه چقدر آیت، بزرگترین معجزات در جلوی چشم شما اتفاق افتاده. و جالبه که خود عیسی این رو میگه که دنبالمون مفت هستید شما، هنوز دوزاریتون نیفتاده. در حال بعضش آیتی میخوان، مثل اینکه انگاری این معجزات قبلی کافی نبوده برای ایمان آوردن، برای اینکه اثبات بکنه این همون مسیح موعوده. این مسیحایی هست، ماشیه میگفتن که تمام قوم منتظرش بودن، قرنها منتظر این ماشیه موعود بودن، توشونه تازه آیت میخوان. این همه هم دیدن. تو عصر امروز هم اتفاقا داریم. من دقیقا خودم شخصا میشناسم، مثلا طرف بچهش داشته فوت میکرده، کلی دعا و اینا از ما خواسته که، یا از مسیحا خواستن که دعا بکنید از کما بیاد بیرون، یا مریضیش خوب بشه، سرطانش خوب بشه. وقتی خوب شده دوباره یادش رفته، گفته که نه این بود شفا داد، اونجا نذر کرده بودم شفا داد. دوباره برگشته رفته سمت هم زندگی و همون کاری که انجام میده. همین نشون میده که معجزه صرف، فقط معجزه نمیتونه نکته اتکای ایمان ما باشه. آمین. واقعیت اینه. گرچه مهمه، خدا از روی ترحم، از روی شفقت و دلسوزی که تمام وجودشه، چون وجودش محبته، میاد این درخواست ما رو به ما میده، ولی حقیقتا خیلی میبره که ما در اون وفاداری بمونیم و به یاد بیاریم این نیکویش. نکته جالبی رو خود من چقدر به این مسائل برخورد کردم و درست میگید این رو. و همون نسبت هم قوم یهود، میگم لقمه تو دهنشونه، ازش آیت میخوان. یهود بهش میگن که خدا از آسمان در زمان موسی در بیابان منو بارانید. جواب عیسی بود که به دنبال نان حقیقی باشید، که چون این نان از خداست که به دنیا حیات میبخشه و جمعیت از اون این نان رو میخوان. خب جواب عیسی اینه، میگه که من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاد هرگز گرسنه نمیشه. این ادعا خیلی بزرگه، خیلی پر اهمیت به چند دلیل. ادعای چیز، اولا عیسی داره خودش رو با نان مقایسه میکنه، میگه که خود او برای زنده موندن زندگی برای ماها، همه اون حضار و زمان حالا، برای زنده موندنمون حیاتیه. وجود عیسی برای زنده موندن من نوعی حیاتیه. دوم این که اون حیاتی رو که عیسی میده، این نان حیات، حیاتی رو که تولید میکنه ابدی، فیزیکی نیست، جسمی نیست. سعی داره توجهشون رو از جسمانیات ورداره به واقعیات ابدیت به اصطلاح متوجه بکنه، بکشونه به اون. سوم این که اینجا عیسی داره ادعای الوهیت میکنه. باز این یه تأییدی هست بر الوهیت عیسی. چون چرا؟ نه قضیه نان حیات، اونجا میگه من هستم. جالب شد الان. آره بله، که میگه من هستم. اون کلمه من هستم احیه، اون خیلی برای شنوندگان جالبه این چیز، چون داره اشاره میکنه به الوهیت خودش. این صفتیه که فقط خدا دارا هست. من هستم، فقط خدا داراست و برای شنوندگانش، برای حضارش اونجا یه مفهومی آشنا بوده این قضیه. و چهارم این که این 2 عبارت داره اینجا استفاده میکنه، میگه هر که نزد من بیاد، و از اونجا میگه هر که به من ایمان بیاره. 2 چیز هست در این مورد. یه دعوتیه که عیسی به عنوان مسیح موعود داره از اینا میکنه، به عنوان الان کسی که در میان شما هست، در در واقعیت مسیح موعود، اون ماشیه که اینها داره این دعوت رو به این شکل از اینها میکنه. اون موقع تو قوم یهود عیسی مسیح
در قبل از عیسی مسیح توی عهد قدیم نگاه میکنیم میبینیم که من هستم و داره به قوم یهود میگه. خدا خودشو به همچین کسی معرفی میکنه و تو اون از یک نفر اومده همچین ادعایی داره میکنه، میگه من هستم. وقتی که موسی ازش میپرسه خب برم بگم کی منو فرستاده، خدا اسمی که از خودش میده، برو بگو که من هستم منو فرستاده. هستم آن که هستم. اهیه اشمن اهیه، هستم آن که هستم. این کلمه عبری فقط خدا، یعنی اون اهیه یه انسان نمیتونست اینو، چون خود رو با خدا برابر میدونست. ولی اینجا میبینیم خیلی پرجرأت و با عیسی داره اینجا اشاره به الوهیتش میکنه، میگه من هستم. از نظر اون فریسی‌ها که دیگه انقدر شریعت رو میرن فکر میکنم دو دسته بعد میگن کفر داره میگه. بله و دقیقاً هم داره میگه که من هستم. بله خیلی اصلا در این مورد ایراد به عیسی گرفتن که تو داری کفر میگی، تو خودتو داری با خدا برابر میدونی. یه عکس العمل ببینید از نظر یه مذهبی شما حساب بکنید، نه کسی که در رابطه دو طرف است. چیز مذهبی اینه که یه رادیویی اونجا روشنه که فقط روی یه موجه، اونم از طرف فقط گوینده است، شنونده ای نیست. اینجا طرف خودش میگه فکر میکنه شنیده، چون این چیز از سقف بالا نمیره، یک طرف است. این مذهبه این رابطه دو طرفه نیست. میگیم رابطه دو طرفه، چطور من میگم شما میشنوی، شما میگی من میشنوم. یه همچین رابطه نزدیک و دوستانه با خدا، یه زندگی هر روزه اینه. یعنی که تلفن رو برداری با یه نفر شروع کنی به صحبت کردن، ولی اون طرف هیچی نگه. حالا یک ساعت هر روز زنگ بزن بهش، روزی 3 بار زنگ بزن، روزی 10 بار زنگ بزن، فقط ما حرف بزنیم، ولی کسی از اون طرف پاسخی نده، یه بعلم بهت نگه، صدایی نیست از اون. نه درست میگید، کاملا درست میگید. آمدن به طرف عیسی، این که میگه هر که نزد من بیاد، هر که به من ایمان بیاره، یعنی که ترک زندگی گذشته، اعتماد به او، به همون کسی که ادعا میکنه هست، به اون ادعاش اعتماد کردن. ما 2 کلمه گرسنه و تشنه رو ما اینجا میبینیم که استفاده کرده. هر که گرسنه باشه نزد من بیاره، هر که تشنه است به من ایمان بیاره. ما میبینیم که در باب 5 متی، اونجایی که موعظه سر کوه هست و خوشا به حالها رو میگه و در مورد، یعنی طولانی ترین به اصطلاح تعلیم عیسی هست که شاهکار موعظه هستش به قول معروف در دنیا، ما میبینیم که رو موعظه سر کوه عیسی اینجوری میگه خوشا به حال آنانی که گرسنه و تشنه عدالت هستن، زیرا ایشان سیر خواهند شد. با این جمله اینو داره میگه که در مسیح، چیزی که پولس در رساله افسوسیان مرتب داره تکرار میکنه، در مسیح گرسنگی و تشنگی ارضا میشه، روحانی. چرا؟ برای اینکه در حضور خدا از این طریق این گرسنگی و تشنگی ما رو به اون عمق‌هایی میبره، به شناختی میبره که در حضور خدا ما عادل میشیم، عادل شمرده میشیم، چون میگه ایمان، عادل به ایمان به اصطلاح زیست میکنه. اون زندگی در ایمان، زندگی در رابطه دو طرفه و قبول کار مسیح برای ما در واقع عدالت میشه برای ما. البته خب تاریخ بشر، کتابای تاریخ ما از زمانی که مدونه، لااقل چیزایی که داریم به شکل نقاشی یا نوشته شده، نشون میده، گواهی میده که انسان همیشه به دنبال یه راهی برای ورود به آسمان هستش. یه چیزایی هست، نقاشی ها و اینا همش نشون میده که کنجکاوی ورود به یه دنیای روحانی هستش درش. ما میبینیم این رو. این یه نیاز ابتدایی انسانه، یه نیازیه که حقیقتا ما به وجود خدا این نیاز رو داریم. این هست در ما گذاشته شده به عنوان مخلوقی که عادتی، پرستشی و تیمی، اجتماعی آفریده شدیم. آخه وقتی من میگم که روح خدا اگه در ما دمیده نمیشد، همچین کنجکاوی در ما به وجود نمیومد. روح خود خدا رو در ما دمیده. بله، 100%. به خاطر هم فکر میکنم، به خاطر همینه که هر انسانی دنبال وجود یه خلایی هست، خلایی داره، دنبال خدا رو میگرده. آره.
آره کاملا درست میگید. خب این نیاز ابتدایی انسانه، چون خدا اصلا جوری ما رو آفریده که ما در کتاب جامعه 3:11 اینو میگه ابدیت رو میگه در فکر و دل ما کاشته. چون ابدیت در دل ما نهاده شده، یک نیاز، یک کششی هست به سوی او، چیز نیست، یک جذبه‌ای هست در مورد ابدیت در انسان. بله خدا ابدیت رو در دل انسان گذاشته. در ضمن اینطور میگه ما نمیتونیم این ابدیت رو با تلاش خودمون، با اعمال مذهبی این رو حاصل بکنیم. چرا؟ چون میگه همه ما گناهکاریم و از جلال خدا قاصریم. این آیه معروفیه که در رومیان 3:23 این رو میگه. تنها چیزی که در واقع گناه نصیب ما کرد، سقوط آدم و حوا، مرگ بوده. باز در رومیان 6:23 چی میگه؟ میگه مزد گناه مرگه، موته. بس بنابراین گناه مرگ رو با خودش آورد، ولی خدا ابدیت رو در دل ما گذاشته. کسی به خودی خودش عادل نیست و نمیتونه با تلاش و کارهای انسانی خودش رو به اون عدالتی که منظور پدر هست، عدالت الهی، یعنی عدالت یعنی این که در رابطه با خدا از راستی میاد. در رابطه با خدا ما در جای درستی قرار داشته باشیم. این میشه عدالت. مثل این نردبونایی که اینجا هستن، مذهب فکر کنم همچین کاری میکنه، از پله ها میای همینطوری بالا، بعد اگه یه جا اشتباه بکنی دوباره از پله بعدی نمیتونی، باید برگردی از اول دوباره بری بالا. ولی مسیح اومد اینو شکون. واقعا گفتم به خودی خود ما نمیتونیم عادل بشیم و تا به اینجا هم لااقل میبینیم که مذهب نتونسته در این مورد ما رو کمک بکنه. پس ما نیاز داریم که حقیقتا به عیسی بچسبیم. خب عیسی هم خودش به عنوان نان حیات خودش رو در اختیار ما گذاشته، منبع به قول معروف حیات، زندگی، رابطه دو طرفه. اونم از روی فیض. و واقعیتش هم اینه که نان حیاته، بخوریمش. تو زندگی روزانه احتیاج داریم از او تغذیه کنیم، بشه غذای اصلی برای وجود خود ما، برای زندگی روزانه. آمین آمین. که همینطوره. حیف که وقت ما تموم شد. لویز جان، میخوام شما عزیزان رو دعوت کنم که همونطوری که جسم شما احتیاج به نان داره، به غذا داره، روح شما هم احتیاج به نان داره، احتیاج داره که روح ما هم زندگی بکنه در ما و قوت بگیره. نان حیات، نان اصلی عیسی مسیحه. نمیگم که اون نان جسمانی رو نخوریم، غذا رو نخوریم، ولی احتیاج به کلام خدا داریم. با دعا احتیاج به دعا داریم که از این نان پر بشیم. ممنون عزیزان که با ما همراه بودید. تا درودی دیگر شما رو به دست‌های خداوندمون میسپارم. بدرود.